با عرض درود خدمت دوستان عزیز، پویا عاطف هستم. مثلا کلی این رو یه کارخونه در نظر بگیریم و بگیم که اگه میخوایم خروجی یه محصول خوبی از این کارخونه داشته باشیم، هر از این محصول اولمون که هست مدلینگ، باید همه این قسمت مدلینگ، بهترین نحو و همه اون چیزهایی که باید باشه به اون جزئیات، اون مدلینگ و نحوه مدل کردن، همون مقدار سگمنت ها و ورتکس های کنه. به قسمت بعدی که میتونه لایتینگ باشه و نور هم همچنین مثل قسمت های بعدی همه اون های روشنایی که باید کارش داشته باشه. استفاده میکنیم موتور رندر هست. گرفتن اون چیزهایی که واقعیت هست یا در نظر گرفتن اون متریالی که شبیه سازی، اون متریال هایی که نزدیک به متریالی که ریالی که طبیعت داریم